کوشش کن که قدم آدمای فقیر چای خری و دل شکستن. آدمای فقیر و آدمای کمبغل دل شکسته میشوند و پروای دنیا ندارن. حتی که صفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عن انس بن مالک قصه میکنه، میگه جلسه کالعبید، پیغمبر در زمین میشیشت رنگ غلامو میشیشت. غلام چخه میشه من کارگرا، میگه نگاش میکردیم پیغمبر میشید عادتا بسیاری وقت میگه در همین پای راستشون میگن خیلی تکیه کرده میگن خمیشتن. جلسه کالعبید رنگ یعنی میگه آدمای برده ها میشیش، کارگرا بوری میگه میشیش. بسیاری حالت میدیده میشه قدی آدمای فقیر و نادار و کارگری بازار که آدمای خیلی فقیرن اما قدی نام میخور. السلام علیکم عزیزان دل و دیدن و السلام علیکم همدیاران بسیار زیبادل. همه شمایان را به توی عروسی فرزند دامولا مجیب علی خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگوییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله سبحانه و تعالی استاد عزیز در حرکت و سعی و کوشششون در خدمت‌های دینشون زیادتی عطا کنه. الله سبحانه و تعالی عمر استاد عزیز بردوام کنه. بسیار بسیار در این منطقه ما و شما، در این دیار عزیز ما و شما در دین اسلام خدمت‌های بسیار کردن. بسیار از انسان‌ها با واسطه این بزرگوار حقیقت اسلام، حقیقت انسانیتگری را درک کردن. امروز ما در محفل ضیافتی این بزرگوار قرار داریم. الحمدلله الحمدلله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. استاد عزیز، برای همه ما و شما معلومه که در خدمتی که در اسلام کردگی هستند ما و شما یک ذره او را حال نکردیم، لکن ما امیدوار هستیم از الله سبحانه و تعالی مسئلت او را داریم که الله سبحانه و تعالی ما را هم از پای استاد عزیز در خدمت دین استوار گردانه، در خدمت دین دائمی ما را تا دم آخر برقرار و بردوام بگردانه. الله سبحانه و تعالی همگی ما و شما را از زمره کسانی دوست داشتگان خودش بگردانه. سبحانه و تعالی مقصد شده یا که خودنمایی و ریاکاری و متکبری و منمانی و دیگر مقصد شده. الله سبحانه و تعالی از این حالتهای قلبهای ما خبردار است. این چنین در این محفل هم ما و شما باید که به نیت زیبا به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باید که در اینجا حضور داشته باشیم. از این موعظه های قرآنی، از این پندهای اسلامی باید که ما و شما یک منفعت بگیریم. عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت، خوش آمدید به درگاه استاد. البته در اینجا استادای تمام سوق زمین در همینجا اشتراک دارند. در اینجا چی آیات چی حدیث ها گفته شد انشاءالله گوش کنید، حیات ما و شما سعادتمند میشیم. زیرا پروردگار در کلام در قرآن مرحمت میکند: فلا استعذ بالله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم خرجا مما قضيت ثم يسلموا تسلیما. سلام ای دوستان بهتر ز جان، خوش آمدید. بر دیار نامدار هوشیاریان خوش آمدید. از گل و سه برگه پایاندازها گسترده ایم، خیر مقدم با نسیم نوبهاران خوش آمدید. آغاز سخن تبریکی را به عضو ژورنالیستان جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان به اسرار میدهیم. مرحمت. امروز در خانه برادر ما دامولا موجب الله بسیار یک تنتنه خوب حکمران است
و این تنتنه به مناسبت توی عروسی فرزندشان برپا شده است و انا همین جوانی که امروز به اصطلاح هوشیاری های ما سرش دوتا می شود، خداوند از بخت و سعادت همیشه سرشار باشد. پروردگار به اونا باز فرزندای صالح دهد و باز هم ما با حضور خود باز هم به این خانه آمده صاحب خانه ها مبارکباد گوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمدیران محترم، در این منزلنده باعث جمع شدن ما احیا گرداندن یک سنت رسول خدا. یک قصه واریم در دور پیغمبر خداونده. یک صحابی آمده سحر و پیغمبر خدا خرسندانه ای رسول خدا خرسند شوید، من نائل دار شدم. پیغمبر خدا حق به دعا کردن. بار دیگر همه شما را به این دیار زیبا و خاندان فرزند شیخی بزرگ، انسان فرشته خصلت داملا تاج علی و خاندان امام مسجد دهه هوشیار، برادر عزیز، مردی آبادگر، سر حرکت، سر تردد، داملا موجب علی، خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگوییم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین. حمد و ثنا به پروردگار جمله جهانیان و درود و صلوات به رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که من شما به سبب عقد نکاح فرزندان استاد ما داملا موجب علی همجا جمع آمدیم. اولا بار الله تعالی هم اهل خانواده و من هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک گرداند. هر ده من جوان ها و الله تعالی عمر با برکات و عمر با عبادت، صحت سلامتی، تن صحت، خاطر جمعی، توفیق هدایت و خوشبختی های جاودانه را نصیب روزیشان گرداند. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من امروز محمد الله تویش همین بچه بسیار نظاره میکنم، از پدرش عبرت گرفته، از همه خوبی های عبرت گرفته، رفتار و کردارش دیده. خلاصه لیکن برابر امروز وقتی نصیحت است. محمد الله من همیشه نصیحت میکنم در این روزی که از یادش نمیبره. عمر بچم، عمر 4 تا 5 تا چیزی اساسی در سر تو به مقصد میرسی. یکم حس که تو قوت وقت برای چی سرکرمی در کاره جدا کرگی. یکم الله تعالی ما باید وقت ما به عبادت خدا تقسیم کنیم. دویم اویله، محمد الله اویله تا دوست دارد، بسیاری وقت برای اویله صرف کن. اول پدر و مادر تا اویله تا خوران، زیادیش همسایه تا خوران، محله تا خوران، دیگر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعت محترم، من ما همینجا جمع آمدیم همین روز به مناسبت توی عروسی فرزند داملا موجب الله. اولا به همین دو جوان از الله عز و جل دعا میکنیم که عمر دراز و پربرکات یاد، فرزندهای سالم، عاقل، دانا، عالم فرزندهای عطا فرماید انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Daum mit dem Mund. Aktiv sein.
یک شکمان دوم بچیم گرفته شده بچه های شینا که دوم بچیم ولی یک گیره باشه حضرت بیرونی